السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. خود ما در ایده بنیتی زیارت خدا آمدیم، بنیتی زیارت روضه جناب رسول الله صلی الله علیه و سلم آمدیم. خود ما با همراهی بابای عبدالرحمن نو سمانوت فرو آمدیم. یک منظره خوب دیده که در اینجا مخصوص که ماهی پرور است، ماهی پرورش کردم و یک مهر محبت نسبت ماهی دارم. در اینجا آمدم همین ماهی رو تماشا دارم. همین ماهی رو به زبان کی دیدی؟ اکولا. در همین جای مقدس در راستی خانه خدا از شما احتراماً خواهش میکنیم که کدام را ما گپای گنده گفته باشم، کدام را رنج یافته باشم، ای همه شما بخشش میپرسم، شما زیارت خانه خدا کنید و از شما احتراماً خواهش میکنیم که هر گناه را هر خطایی کرده باشم مردمی سربلندم ای شما بخشش میپرسم و شما مرا ببخشید که دنیا دو روز است، یک روز رفتن یک روز آمدن است. همه کار شرمانی دارد غیر نماز و روزه و کارهای نیک عملهای صالح. برای همین خود من این بابا را آوردیم. من 9 سال کلان است. من 64 باشم، این 73 در خب باز قطعی رو میبریم شما با هم جای مقدس زیارت میکنیم. خب البته شورا جان کم ترک بایشی اینا برادرمو با همراه بابای عبدالرحمن، بابای محمد میگن چرا بابای محمد میگیم، یک جای اومدیم در همین جده ایم. انشالله که میریم خانه خدا زیارت میکنیم. با مقصد چی اومدیم؟ با مقصد بابای عبدالرحمن آوردن که مقصد همین بابای عبدالرحمن وعده کردیم که خانه خدا شه برای ببینن. انشالله آوردیمش. همینجا اکبر مایده بابا است که ابی چی ماهی را بی این چی نمون ماهی اینا اینا ماهی است که بابا ما فقط این ماهی این سیاه خیلی ماهی اینا این ماهی بسیار دکوراتیو میانده که اینه برای تماشا هم برای تماشا هم خیلی ماهی بیرا خورده میشه وا ماهی رو هم من نموچه نشه بول دارن دیگه که کلاوی کیس آن اوا میگوه چه خیلی های و کلاوی کاردش همه نمودی ماهی رو خورده میشه وا تا ایو برای تماشا نکنه. من اینجا برای زیب زینت برای هم زیر بازی کردن هر نمودی ماهی وا اکولا رابی های پرواز کرد های و همه شما ماهی نصیب نیستم کردم و آدم جبان که میشه خیلی مونده شدیم. برای همین شروع با هم با نوادورا با همراه من بابای عبدالرحمن ما البته فوری فاروق آمدیم برای خاطر بابا گفتی من بابا رو تمام میگیرم هر شما را با همراه بابا میگیرم بسیزیم بیاییم. البته ما در خدمت بابای عبدالرحمن هستیم. خب من ای فوری فاروق به نهایت بسیار خدمت‌های خوب کرد. خود میرم بخور میکنیم و ویدیو نوبتی را بسیار میشه. بابای عبدالرحمن چقدر وقت خوشه خرسندی ها خوشبختی ها خوشبختی که آمدی خانه خدا انشاءالله زیارت بکنی ها. من برادرم بابا تغییر